به نام خدا سلام. سفر غنی به پاکستان، آیا غنی به کابل غنی برخواهد گشت؟ رئیس جمهور غنی در اولین روز سفرش به پاکستان با وزیر مالی این کشور دیدار و صحبت نموده است. دیدار در مورد گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان افغانستان و پاکستان، حل مشکلات ترانزیتی، مشکلات تاجران در ابعاد مختلف اقتصادی در زمینه صادرات، ایجاد سهولت در ترانزیت و شمار از پروژه های بزرگ منطقه‌ای صحبت و گفتگو و تبادل نظر نمودند. اما روابط نامتعادل و نامتعارف تجارتی میان افغانستان و پاکستان در 13 سال گذشته چگونه باز تعریف خواهد شد؟ آیا مدیریت انحراف زاویه دید پاکستان نسبت افغانستان در بعد اقتصادی از توان حکومت وحدت ملی خارج نخواهد بود؟ در این برنامه جناب سید مسعود استاد دانشگاه و جناب محمد قربان حقجو آگاه مسائل اقتصادی مهمان من است و من سید اجمل بها در خدمت شما. بسیار خوش آمدین به بحث. آقای حقجو، بحث را با شما آغاز میکنم. با اینکه روابط پاکستان در ابعاد مختلف سیاسی اقتصادی پر از فراز و نشیب بوده در 3 دهه، به ویژه در دهه تحول در افغانستان، خب روابط اقتصادی افغانستان هم بدون دردسر از با کشور پاکستان نبوده. روابط نامتعادل و نامتعارف. حالا خوب از در ابتدای بحث یک روشنی و وضاحت بتین در مورد روابط اقتصادی افغانستان بعد از ایجاد حکومت موقت انتقالی و اکنون. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام احترام دارم خدمت جناب رئیس، استاد بزرگوار ما، همکارای شما و تمام بیننده های تلویزیون شما. در رابطه با مناسبات اقتصادی افغانستان و پاکستان باید گفت که ما بیشترین مناسبات اقتصادی را با کشور پاکستان داریم از نظر تجارت و ترانزیت، با توجه به مرزی که بیش از 2500 کیلومتر مرزی که ما با پاکستان داریم. از طرف هم نزدیکترین مسیر برای آبهای آزاد که بندر کراچی باشه برای ما خاک پاکستان است. و در پولیش از نظر سنتی هم تجارت به شکل سنتی همیش در حوزه جنوب آسیا و افغانستان از این طریق بنادر پاکستان و هندستان تجارت خود داشته با دنیا. در این شکل نیست که در سالهای قبل، یعنی پیش از با وجود آمدن حکومت جدید، سطح مبادلات تجارتی ما در حدود زیر 100 میلیون دلار می رسید. اما بعد از آمدن رژیم جدید و کمک دنیا به افغانستان و رشد اقتصادی که باعث شد پول زیاد در افغانستان بیاید و به ترتیب تاثیر گذاشت بالای میزان واردات و صادرات افغانستان و سطح مصرف داخلی ما، چون بیشترین واردات ما از طریق پاکستان میشد، خود به خود سطح تجارت ما هم بالا رفت که امروز مثلا ما در حدود 2 میلیارد دلار ما با اونا تجارت رسمی داریم که از این جمله میشه گفت در حدود 170 میلیون دلار ما صادرات است، بقیه همش واردات است. اما این یک طرف قضیه است که اصلا در اسناد به این شکل است. اما تجارت غیر رسمی ما که به مراتب بیشتر از این است. بنابر ارقامی را که ما در اتاقهای تجارت که وقتی ما حضور داشتیم در اونجا ما سرزی مطالعات داشتیم، دو چند تجارت رسمی ما تجارت غیر رسمی با پاکستان است، هم در صادرات ما هم در واردات ما. بنابراین میشه گفت که در تا حدود 4 میلیارد دلار ما امین اکنون با پاکستان تجارت داریم. چیزی را که جناب رئیس جمهور گفته که تا چند سال دیگه باید که سطح تجارت ما به 4 میلیارد برسه. فکر میکنم اگر هدفشان تنها تجارت رسمی باشه، در غیر از او در واقعیت امر تجارت ما با پاکستان در سطح 4 میلیارد دلار است. یک طرف قضیه. دیگه طرفش که حالا 2 میلیارد است و تا چند سال بعد شاید تا 5 میلیارد این روابط اقتصادی برسه. خب اونا من فکر میکنم که این مسئله یک بحث داره، میخواد که چطور ما این را به حالت ببریم و اقتصاد رسمی ما، اقتصاد غیر رسمی ما و چه پیش زمینه های وجود داره و چی چالش ها مشکلاتی هست که میشه که در ادامه بحث شد. اما میایم سر بحث مسائل اقتصادی. ما در طول 13 سال گذشته روابط نه چندان خوبی با پاکستان نظر اقتصادی داشتیم. اقتصاد افغانستان فوق العاده شکننده بود، آسیب پذیر بود از طرف پاکستان
به دلیل از اینکه بیشترین واردات و صادرات ما از طریق خاک پاکستان میشه و پاکستان به نام یک حرم فشار و فشار سیاسی هم بالای افغانستان هم بالای امریکا و ناتو کوشش کرده که امتیازگیری بکنه. مثلا در طول تاریخ کار کرده که ما شاهد ازی بودیم که مناسبات افغانستان و پاکستان در مسائل اقتصادی چندان خوب نباشه. به این دلیل است که از سال 2003 به این طرف 9 بار جلسات مشترک کمیته مشترک اقتصادی بین افغانستان و پاکستان در اسلام آباد و کابل دایر شده که آخرینش در ماه فوریه 2014 بود در کابل که وزیر جناب اسحاق دار وزیر مالیه اینا در کابل تشریف آوردن. من به یادم است که در 3-4 جلسه اینا من خودم اشتراک داشتم. همیشه موضوعات تکراری بود، یعنی بیشتر جلسات سمبولیک کلیشه‌ای بود تا واقعا بتونه یک آغاز باشه برای رونق دادن مناسبات اقتصادی و تجارتی ما و حلال باشه برای مشکلات ما. همیشه مثلا طرف پاکستان میگفت که مشکلات ما را میگرفت، واسه میگفت ما میبریم در پاکستان و واسه سرازی بحث میکنیم، شما با تماس قرار میشه. حالا در رابطه با این روابط شما اشاره داشتین، روابط افغانستان در ابعاد مختلف مقالان هم در مقدمه عرض کردم که پرفراز و نشیب بوده، به ویژه در بخش اقتصادی که هیچگاه تعریف نشده و روابط بر اساس ناگزیری هایی که افغانستان داره از جانب پاکستانی ها تعریف میشد. آقای غنی هم در اولین سفرش که بعد از رسیدن به قدرت به پاکستان رفت و با آقای دار وزیر مالیه پاکستان صحبت کرد در رابطه با گسترش روابط اقتصادی افغانستان، وسعت بخشیدن زوایای اقتصادی افغانستان با پاکستان و چگونگی کارا بودن این وعده ها و عملی کردن و جنبه تطبیقی دادن. در مسائل ترانزیت مشکلات سیاسی اقتصادی داره افغانستان که قابل حل نبوده در 13 سال گذشته، اما با توجه به وعده های داده شده از طرف پاکستانی ها هیچگاه جنبه های تطبیقی و عملی از این برش سراغ داده نشد. فکر میکنین که تحقق این وعده ها از توان حکومت وحدت ملی و وادار کردن پاکستان به خاطر جامعه عمل پوشاندن این وعده ها وجود داره؟ اصلا ببینید اگر ما مثلا به موضوع به از یک دید منفی نبینم، از توان حکومت سیاسی پاکستان هم نیست که حل مشکلات افغانستان با پاکستان، به خاطر از اینکه تمام سیاست ها به شمول سیاست های اقتصادی توسط نیروهای نظامی از اونا و آیس هایشان گرفته میشه. بنان حکومت های انتخابی که در جمعیان اونا کمک مجال برای ازی دارند که چانه‌زنی بکنن یا کمک فرصت ها رو تغییر بدن و شرایط دگرگون بسازن. اما در کل انتظارات ما در روز حد نیست مگر ای که نظامی های پاکستان زیر فشار رو به افزون فشارهای اقتصادی که از درک کمبود عواید، بیلانس منفی تادیاتیشان، بیکاری، کمبود انرژی، برق، گاز و بالاخره کمبود مارکت برای فروشاتشان. شما می‌بینید صادرات پاکستان سال به سال پایین آمد. در نسبت سال 2011 سال 2012 در حدود 26% صادراتش پایین آمد. امسال از اون هم پایین‌تر آمده. این خود از این نشان میده که پاکستان در یک بحران اقتصادی، در یک رکود مواجه هست و راه دیگه نداره مگر اینکه یک همگرایی اقتصادی داشته باشه با کشورهای منطقه، به خصوص با افغانستان، و مشکلات سیاسی نظامی خود را با پاکستان و هندوستان این مسائل حل بکنه به قیمت دادن امتیازهای اقتصادی که عبارت از این است که بر افغانستان با دهلیز ترانزیت باز نگاه کنه، قسمی که در قرارداد ترانزیت تجارتی آمده، و در عین زمان کوشش شود که پاکستان بتونه از طریق افغانستان با انرژی آسیای میانه دسترسی پیدا بکنه، با مارکت آسیای میانه دسترسی پیدا بکنه، و از طریق وصل شدن آسیای میانه با جنوب آسیا از طریق افغانستان میشه که هم کشورهای آسیای میانه نفع بگیرن، هم کشورهای جنوب آسیا، و افغانستان که در وسط از اینا قرار داره تبعیض که به عنوان پل خشک در اینجا نقش کلیدی را بازی خواهد کرد. جناب استاد، ما بازم تکرار میکنم، زیاد ما با واژه های اقتصادی آشنایی ندارم و در حضور شما اقتصاددان ها هم صحبت کردن در بعد اقتصادی زیاد فکر میکنم بجا نیست، ولی مناسبات اقتصادی افغانستان دقیقاً با پاکستان خوب تعریف نشد در 13 سال گذشته. سیاست هایی که از طرف حکومت افغانستان ارائه شد در بخش اقتصادی و گسترش روابط اقتصادی با پاکستان ضعیف عمل کرد تا سیاست هایی که از طرف پاکستانی ها ارائه شد. سیاست های پاکستانی ها قسم بود که گویا افغانستان محتاج و ناگزیر است و هر سیاست را که ما دولت مردان پاکستانی ها مطرح میکنیم باید جانب افغانی بپذیره. با 13 سال حکومت آقای کرزی بیش از 21 بار ایشان با پاکستان سفر کرد و در ابعاد مختلف سیاسی اقتصادی نظامی صحبت کرد، هیچگاهی عملی نبود. سوال اینجاست که ره آورد حکومت وحدت ملی و اولین سفر آقای غنی به پاکستان به قول عام آقای غنی برخواهد گشت در بعد اقتصادی؟
تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام بر جناب دوست عزیز مقیوس و همچنین سلام بر تمام کسایی که منو میبینن. خدمت شما عرض شود که من فکر میکنم که مسئله سیاست خارجی افغانستان به خصوص در حلقه سیاست خارجی افغانستان، حلقه پاکستان یکی از مغلق ترین حلقه های سیاست خارجی افغانستان تشکیل میکنه. به این معنی که پاکستانی ها یک امتیاز کلان دارن و امتیاز کلانشون است که از لحاظ استراتژی در حقیقت تعریف استراتژیک خود از منافع ملیشان در افغانستان انجام دادن. ولی متاسفانه نه تنها در 13 سال گذشته بلکه در سالهای بسیار پیشین در 40 سال گذشته ما تعریف استراتژیک معین خود از منافع ملی افغانستان در پاکستان و نحوه و فرمول افغانستان در قسمت ایجاد روابط اقتصادی سیاسی تا هنوز نداریم. از این لحاظ من فکر میکنم که پاکستانی ها با 40 سال سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف در افغانستان و به خصوص در به پایه کردن اقتصاد و سیاست و اجتماع افغانستان در دست بلند بالایی دارن و هنوز هم شما میفهمین که کرنسی پاکستان که در حقیقت پول پاکستانی است، روپیه پاکستانی دست اول در افغانستان میزنه و کالای پاکستانی و مغز پاکستانی و ستونهای پنجم پاکستان در افغانستان دستای اول میزنن، حرف اول میزنن. از این لحاظ ما بخوایم که بگوییم که در مسئله پاکستانی ها عمدتاً مسائل سیاسی را اولویت میتن تا مسائل اقتصادی در افغانستان. از این لحاظ در بسیاری وقت در پای منافع اقتصادی خود در افغانستان نمیگردن، مایی که پای در حقیقت منافع اقتصادی سیاست های اقتصادی پاکستان در افغانستان تطبیق بکنه. وقتی میرن ما ببینیم که سفرهایی که به گفته شما و واقعا همین چنین است که 21 بار سفر کردن در پاکستان، 21 بار وعده کردن، 21 بار درخواست کمک کردن در صلح و در اقتصاد و کمک‌های اقتصادی، 21 بار پیش کردن برادر گفتن و غیره، نتونست که در حقیقت کار را انجام بدن. چرا چنین میشه؟ شما می‌بینید که عمدتاً رئیس جمهور غنی با تمام تیمشون دارای دو هدف کلان در سفر خود دو هدف نشانی کردن از لحاظ هدف سفریشون. اول مسئله اقتصاد، دوم مسئله امنیت. به این معنی که باید پاکستانی ها را تشویق و ترغیب بکنن تا افغانستان تقویت بکنن و افغانستان کمک کنن در قسمت رسیدن به مسئله صلح. و در پالوش هم چون پاکستان بزرگترین بازار تهیه ما، چه از لحاظ تهیه سرمایه چه از لحاظ تهیه کالا و آسانترین بازار ما در چه از لحاظ قاچاق و چه از لحاظ رسمی در منطقه است، در حقیقت میخواین که پاکستانی ها از لحاظ اقتصادی هم ما را تا اندازه سپورت کنن، مثل که ما هم اونا را انجام میدیم. بعد سوال پیش میشه که آیا چنین چیزی مقدور است یا نیست؟ آیا ما چنین چیزی را آگاهانه و معقولانه نشانی کردیم یا نه؟ یا در حقیقت بازم ما در حقیقت تیر به هوا فیر کردیم؟ شما ببینید که مسئله امنیت و مسئله اقتصاد دو چیز بسیار عمده استراتژیک در قسمت تعریف استراتژیکی افغانستان از لحاظ دید پاکستانی ها است. به این نگاه که عمدتاً یک اقتصاد ضعیف، اقتصاد وابسته و در حقیقت یک بازار بسیار وسیعه که سلام، توجه کنید به یک خبر تازه. دقایق پیش یک انفجار قوی در نزدیکی شورای ملی رخ داد. تا اکنون از تلفات برخاسته از این رویداد جزئیات در دست نیست و پلیس هم تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. جزئیات بعداً تقدیمتان می شود، با ما باشید. یک من بر کالاهای اتنای پاکستانی که 30 میلیون نفر که بیش از 5 میلیون خانواده میشه، یعنی 5 میلیون تقاضا کننده، که از این 5 میلیون تقاضا کننده 2 یا 3 میلیون خانواده تنها عادت مصرف کالاهای پاکستانی را حال به دست آوردن و تعدادی از ولایت ها شما کاملا با کرنسی پاکستانی ها در حرکت میشه که در حقیقت شما میفهمین که یک دانشمند بزرگ گفت که موقعی که کشور مستعمره میسازین توپ و تانک ضرورت نداره، فقط زبانش بگیرین و کرنسیشه. و جانب دیگه مسئله امنیت که 4 دهه است که بالاتر از 100 میلیارد دلار تنها پاکستانی ها مصرف میکنن، اون به خصوص بعد از اینکه
ضیاءالحق سفر به افغانستان میکنه با 1357 و در 1358 موقعی که جنگ سرد در اوج خود میرسه و در حقیقت شوروی سلام درنو لیدونکو، پام وکړئ یو تازه خبر ته. څو شېبې وړاندې ملي شورا ته نږدې چاودنه شوې. تر اوسه د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نشته او پولیسو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. خبر نور جزئیات له یک څخه وڅارئ. یک من ها داخل افغانستان میشن و پاکستانی ها منست یک موری کلان غرب به منظور تضعیف دولت و به منظور تضعیف رابطه هند و افغانستان حرکت میکنه. در درون استراتژی پاکستان امیال نهفته است. به این معنی که ما نباید آنقدر آرمانی فکر بکنیم و پاکستانی ها را یک شبه دشمن و یک شبه دوست بخوانیم. معنی داره که عملکردهای پاکستان میشه که ما را وادار بسازد تا ما نوسانات خود در قسمت سیاست های خارجی خود که در جز از این سیاست در حقیقت اقتصاد خارجی ما نهفته است باید تنظیم بکنیم. جز از این نهفته است. به این معنی که موقعی که شما حرکات را تنظیم میکنین و امر پاکستانی ها چند چیز بسیار عمده است. اولی که باید بیلانس یک توازن در بین منطقه باید در نظر داشته باشین. آیا ما این بیلانس میتونیم به وجود بیاریم یا نه؟ معنی داره که بیلانس بین پاکستان و هندوستان که در حقیقت دوست عنعنوی و سنتی شما است و در طول تاریخ تا هنوز اولین بار است که در حقیقت یک نوع چرخش پالیسی خارجی دولت صورت گرفته. آیا این را حفظ نمیتونه؟ برای اینکه ما فکر میکنم که امیال دولت وحدت ملی یک نوع چرخش از یک حرکت همسویی همگرایی منطقوی هندی به یک حرکت همسویی و گرایی منطقوی چینایی به ارتباط از او پاکستانی در داده. به این معنی که چینایی ها را سخت تشویق میکنه تا بالای پاکستان فشار وارد بکنه و از این طریق بتونه امنیت و اقتصاد اندازه تقویت بکنه. من فکر میکنم که هیچگاه توقع ندارم که پاکستانی ها به یک شبه به یک رفتار آقای غنی آنقدر ضعیف باشن که استراتژی تثبیت شده خودشان که توسط آیسای تعیین شده بوده بتونن تغییر بدن. جناب استاد، شما در رابطه با روابط تاریخی اقتصادی افغانستان و پاکستان صحبت کردیم. بدون شک سیاست‌هایی که امروز عملی میشه در افغانستان سیاست‌هایی است که امروز طرح نشده، امروز برنامه‌ریزی نشده، سیاست‌های دراز مدت بوده که امروز پاکستان فائق میشه به خاطر عملی کردنش در افغانستان و افغانستان هم بنابر ناگزیری‌هایی که داره او را میپذیره. بعد از وقفه در رابطه با تعریف شدن منافع افغانستان و پاکستان از شما ان شاء الله که بحث را ادامه میدیم. بعد از یک میان برنامه کوتاه بحث. سلام، توجه کنید به جزئیات خبر تازه. دقایق پیش یک انفجار در برابر لیسه حبیبیه در نزدیک شورای ملی رخ داد. گفته می شود هدف این انفجار کاروان و موترهای شکریه با رکزه عضو مجلس نمایندگان بوده است. شاهدان می گویند این حمله تلفات را نیز به همراه داشته است. برای جزئیات هرچی بیشتر با ما باشید. یک من السلام علیکم. د محل د جماعت دو امام په توګه خلک ماته راځي د دیني او نورو مشکلاتو په اړه زما څخه پوښتنه کوي. د روغتیا ساتنه زموږ دیني وجیبه ده. پولیو هغه ناروغي ده چې ستاسو د کودنیانو د دایمي فلج سبب ګرځي. دا ناروغي تداوی نه لري خو وقایه کیدای سي. فقط 2 څاڅکي د پولیو واکسین کولای سي چې ستاسو کودنیان له دې ناروغۍ څخه وژغوري. تاسو کولای سئ چې د پولیو واکسین له واکسیناتورانو یا له نږدې روغتیایي مرکز څخه په وړیا توګه په لاس راوړئ. تاسو هم په دې کې ونډه واخلئ څو دا خطرناکه ناروغي چې زموږ کودنیان رامایوبوي له منځه یوسو. زه یو ملا یم او د پولیو له منځه وړل زما دنده ده. د پولیو د واکسین 2 څاڅکي هر ماشوم ته هر ځلې. دا د یو ځل بیا د افغانستان دښمنانو د بغلان په ولایت کې یو د کرکې ډک عمل تر سره کړ چې یو شمیر ماشومانو ته یې ضرر ورساوه. موږ نور لاس تر زنې کېناستلی نشو چې په دوامداره توګه د بېګناه خلکو د دردونو شاهدان واوسو. نو خپلو امنیتي ځواکونو ته په معلومات ورکولو سره
مونږ کولی شو چې د دغه راز بې احساسه کړنو په مخنیوي کې مرسته وکړو. احمد ډوډۍ خرڅولې، ډوډۍ مې خرڅوله چې ګرام بس بیخي زحمت نور نه شوم، نه پوهېدم چوکۍ لاندې ایښې یا نږدې و نو بس هماغسې ګرام بس مسجد اینا تخریب میکنن، مکتب اینا تخریب میکنن، سرک اینا تخریب میکنن، پل تخریب میکنن. اسلام اینا که نگفته، خدا قرآن اینا نگفته که تو پل تخریب کو، مسجد تخریب کو، طفلای بیگناه را بکش. اسلام کی رقم نمیگه، اسلام این رقم نیست. زما ورونو په ګډه سره مونږ کولی شو چې خپل ملت د دغه تاوتریخوالي څخه وژغورو کوم چې زموږ ماشومان او ټولنې زیانمنوي. خپلو سیمه ییزو امنیتي ځواکونو او سپینګیرو ته د یاغیانو د کړنو په هکله راپور ورکړئ. د خپلو کورنیو او ټولنو د خوندي ساتلو په موخه مونږ باید سره یو لاس شو. برادران ناراض، با آوازهای این زنان جوان افغان گوش دهید. صداهایی را که آنها بلند می کنند خواستهای دختران و خواهران شما بوده و امید است که خواستهای شما نیز باشد. این پیغام صلح را بشنوید. بسیار خوش هستم و احساس خرسندی میکنم که به این برنامه ما اشتراک کردیم. بسیار آرزوی صلح دارم تا که شورشیانی که اشخاصی که وطن عزیز ما رو میخواین خراب کنن یا بربادشان بسازن ازشان میخوایم که به صلح بپیوندن. آرزوی داریم که افغانستان ما یک کشور بسیار خوب و آرام و با صلح و پیشتر از دیگه کشورها باشه تا که ما بالای کشور خود افتخار کنیم. جنگ میکنن، اونا اصلا دشمن خود هستن و همچنین خونی مردم بیگانه ما رو هم میریزنن. باید وجدانشان بیدار کنن تا که بتونن در افغانستان در کشور خود صلح ایجاد کنن. پیام ما همیشه که بحث کنن دیگه جنگ و چه فایده به دست میارن، فقط انسانان رو بکشن، کدام چیزی به دست نمیاد، فقط کشت خون در افغانستان چه فایده؟ امی که به صلح بپیوندن، با ما بپیوندن، دخترایشان خانمایشان بتوانند در یک فضای صلح و امنیت خود احساس آرامی احساس کنن. میخوایم به کمیته صلح اینا بپیوندن. برادران، خشونت هیچ نوع مشکلات را حل کردن نمیتواند. خشونت تنها هرج و مرج و بربادی را ازدیاد بخشیده و حیات مردم را ضایع میسازد. با فامیل های خیش برگردید و با جوامع خود دوباره بپیوندید. با پروسه صلح یکجا شده و آینده کشور دوست داشتنی ما افغانستان زیبا را اعمار نمایید. یک من. د کابل د چاودنې تازه جزئیاتو ته پاملرنه وکړئ. څو شېبې وړاندې ملي شورا ته نږدې د حبیبي لیسې مخې ته چاودنه شوې. ویل کېږي چې د برید موخه د ولسي جرګې د غړي شکریا بارکزۍ د موټرو کاروان ویني. شاهدان وایي چې د پیښې له امله زیان هم اوښته، خو تر اوسه یې کره جزئیات نه دي ترلاسه شوي. د نورو جزئیاتو لپاره له یک ټلویزیون سره اوسئ. یک تخفیف ویژه برای آپارتمان‌های شهرک خواجه رواش. شرکت ساختمانی معمار شهر یک تخفیف 23% را برای آپارتمان‌های شهرک خواجه رواش واقع قصبه در نظر گرفته است. شروع قیمت‌ها فی متر مربع 28500 افغانی معادل $500 آمریکایی. تعداد آپارتمان‌ها محدود بوده و این پیشکش نیز برای مدت محدود می باشد. پس عجله نموده و با خرید یک باب آپارتمان آسایش دائمی خود را به دست آورید. کار ساخت و ساز این بلاک ها حدوداً 90% به اتمام رسیده و عنقریب به بهره برداری سپرده می شوند. آدرس دفاتر فروشات: دفتر مرکزی شرکت ساختمانی معمار شهر واقع منزل سوم قصر بختاور، شهر نو، کابل. دفاتر صاحبی وزارت امور شهرسازی واقع مکرور ریان سوم و شهرک خواجه رواش واقع قصبه. شماره های تماس 0791 717 717 و 0791 818 818. آبادی شهر به دست
معمار شهر. زموږ د مشرانو غږ د موسازیو قومي مشر ملا سعدالله د طالبانو د هغې منفي اغیزې په هکله غږیږي چې د ده په ولسوالۍ کې رامنځته کړې ده. زموږ په منطقه کې چې دغه د طالب چې دلته یي خواري څوک نشي کولی او خپل بچي ته ډوډۍ نشي برابرولی، دوام او د ترس بالا دغه سننه معلومیږي د اورو جوړو چې در باندې راووت یا لته دي بچی ولاړی بالا د مخ سره ولاړی، دغه اغیزه لري چې موږ آزادانه توګه خپل خدمت خواري نشو کولی. خدمت دغه خدمت چې موږ ته سړک را خرابوي او بچی را وژني او کور را نړوي، دغه خدمت بالا کې خدمت راته کړی بولې که نه کړی بولې. ملا سعدالله په خپلې ولسوالۍ کې هغه لارې په ګوته کوي د کومو له برکته چې پر سوله مین افغانان د سیمې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي تر څو په خپله ټولنه کې امنیت لا باوري کړي. عام خلک دا کومه کې ورسره کړي دي، ام یې ورسره کوي که په هر ځای کې مخابره مواد دي هم د دوی ترلاسه کړي دي، که یو میل ام یې ترلاسه کړي دي، که یو ځای پټ یو هغه میل چې په کور کې د خپل عیال د محافظت لپاره هغه میل نه شوري او هغه میل چې د پټ کړي د یو وراني دپاره هغه هم دوی په ګوته کړي دي او پاتې سو پر هغه سربیره باندې دغه شی چې دی هر ځای دا وطن هم کومک سره کړي دي په 15 دقیقې کې دی هغه د سره کړي دي. زموږ د مشرانو غږ یک من. به ادامه بحث خوش آمدید. جناب استاد، سوالی که پیش از وقفه میخواستم از شما بپرسم، سیاستگذاری ها عمدتا در کشورها باید بر اساس واقعیت های جامعه باشد، درست است؟ حالا سیاستمداران یا سیاستگران افغانستان، ما در گذشته کار نداریم، بعد از دهه تحول، بعد از روی کار آمدن حکومت بر رهبری آقای کرزی، آیا رهبران سیاسی افغانستان یا دکترین اقتصاد افغانستان دقیقا شناسایی کرد نقطه ضعف هایی که پاکستان داره و نیازمندی هایی که پاکستان از این ناحیه یا از آدرس افغانستان داره؟ نقطه ضعف های دو جانبه شناسایی شد، بعد برنامه‌ریزی شد و سیاست طرح شد، یا ای که هر کس هر چه خواست وارد میدان شد و یک نقد و نظر کرد؟ از شما اجازه میخوایم که یک جمله را میخوایم که اضافه بکنم که پاکستان هم پاکستان 40 سال پیش نیست. پاکستان 30 سال پیش نیست، 20 سال پیش، حتی 10 سال پیش نیست. معنا داره که این معنای گپی است که استراتژی داخل در نوسان و تغییر است و هیچگاه شما استراتژی طویل مدت میتونن که با جزئیات جدیدی که وارد میکنین شما در حقیقت ترمیم بکنین، با وجودی که معتقد هستم که استراتژی کوتاه مدت و متوسط مدت مطابق با زمان حرکت میکنه و در درون یک استراتژی کلان مانند یک تاکتیک که در حقیقت خودش در پلان تطبیقی حرکت میکنه که متاسفانه با ندانستن حرکات استراتژیکی از جانب دولت افغانستان و ندانستن ماهیت استراتژی کوتاه مدت و در متوسط مدت منیس یک سلام، توجه کنید به جزئیات هرچی بیشتر خبر تازه. شکریه بارگزی عضو مجلس نمایندگان لحظات پیش از اثر یک انفجار در نزدیک شورای ملی زخم برداشته است. گفته می شود که این انفجار تلفات را نیز به همراه دارد، اما شمار دقیق آن تا هنوز روشن نیست. نیروهای امنیتی نیز تا اکنون در این باره چیزی نگفتند. توجه کنید به تکرار خبر. شکریه بارگزی عضو مجلس نمایندگان لحظات پیش از اثر یک انفجار در نزدیک شورای ملی زخم برداشته است. گفته می شود که این انفجار تلفات را نیز به همراه داشته، اما شمار دقیق آن تا اکنون روشن نیست. نیروهای امنیتی نیز تا اکنون در این باره چیزی نگفتند. برای جزئیات هرچی بیشتر باز هم با ما باشید. یک من. پلان تکتیکی در حقیقت ما چنین کار را انجام دادن نتونستیم. با این معنا که شما متوجه باشین که یک حرف دکتر نجیب الله یک گپ جالب زده بود. میگفت که اگر دستم به گلون پاکستان برسه الهش نمیکنم.
ولی پاکستانی ها دستش به گلوی ما رسید. از این لحاظ یک فرصت زمانی دراز مدت را به دست آوردن تا نیروهای ستون پنجم خودش گنو ففت کالم میگن داخل افغانستان بسازن و در تمامی رده های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی تان این رده ها در خط نفوذ بکنه و شما مجبوراً مشغول خود شوین. ولی متاسفانه که آدمایی که فکر دارن و آدمایی که در مکتب فکری کار میکنن هنوز هم اینا هم نوع گناه کلان را انجام دادن. به این گناه کلان که شما ببینید که ما از سال 2001 تا 2014 و ما میتونستیم که اقلا اگه چیزی نمیتونستیم تعریف های معین را از منافع ملی خود در پاکستان انجام بدیم به اساس او منافع استراتژیکی ما داریم. کدام ارگان ها در این مسئله میتونن که پیش دست باشن؟ شما ببینید که در صورت تعیین منافع ملیتان در یک از کشورها، چی کشورهای استراتژیکی منطقه‌ای باشه، چی کشورهای بیرونی درون باشه، چند ارگان بسیار کار میکنه. ارگان اولی استخبارات، مانا داره که استخبارات تعیین میکنه که ما در کجا حرکت بکنیم، نقاط ما کجاست، نقاط ضعیف طرف کجاست. وزارت خارجه با همکاری میکنه، وزارت دفاع و وزارت های اقتصادی که از لحاظ اقتصادی و وزارت های دیگه. از اون فکر میکنم که گناهکار اساسی در حقیقت ما بودیم. ما میگیم مانا داره که نه تنها خود دولت، یعنی مانا داره قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه اجراییه، بلکه جامعه مدنی افغانستان و حتی مردم افغانستان که ما تلاش نکردیم که هنوز هم ما تلاش نمیکنیم که حتی پالیسی واحد را شما در مقابل یک کشور همسایه‌تون ندارین و در حقیقت سیاست‌های شما نوع سیاست‌های عکس العملی است. مانا داره که یک کسی یک چیز میکنه بعد شما داد و ویلایتون مبرایه. ما حضور دارم که دولت وحدت ملی که ما سخت سر اعتماد داریم، ما باور داریم با شمول دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله و تیمشان که هستن که ان شاء الله که آدمای بسیار قوی هستن، اینا اولین بار اقدام شده یک استراتژی منطقوی د کابل د پیښې تازه جزئیاتو ته پام وکړئ. څو شېبې وړاندې ملي شورا ته نږدې د ولسي جرګې د غړي شکریا بارکزی د موټرو پر کاروان چاودنه شوې چې له امله یې نوموړي ټپي شوي. یعنې شاهدان وایي چې پیښه کې مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره نه ده معلومه. امنیتي چارواکو تر اوسه د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. یو ځل بیا د پیښې جزئیات درته وایو. د څو شېبې وړاندې ملي شورا ته نږدې د ولسي جرګې د غړي شکریا بارکزی د موټرو پر کاروان چاودنه شوې چې له امله یې نوموړي ټپي شوي. یعنې شاهدان وایي چې په پیښه کې مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره نه ده معلومه. امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. همدا شېبه زموږ همکار نظرالدین مسلح د ټلیفون په کرښه د پیښې له ځایه موږ سره وصل دی، له هغوی سره به نورې خبرې ولرو. مسلح صاحب که زموږ غږ اورئ، تازه جزئیات تاسې سره څه دي په دې اړه؟ بله صدا شما را دارم. حادثه که گفته میشه یک حمله کننده انتحاری مملو از یک موتر مملو از مواد تجاری خود در برابر کاروان نیروهای امنیتی شکریا بارکزی عضو مجلس نمایندگان اینجا انفجار داده. فعلا من در محل رویداد هستم. ظاهرا یک موتر ضد گلوله که معلوم میشه که شکریا بارکزی خیلی زیاد تخریب پیدا کرده و تقریبا حدودا صدها متر از محل رویداد در اینجا هم شیشه های خانه و منازل از هم ریخته. ما با شاهدای عینی صحبت کردم، گفتن که حدودا 7 تا 9 نفر جسد دیدن که اینجا در دقایق اول این رویداد از محل بیرون کشیده شده. گفتم هرچند ما با هیئت اداری مجلس نمایندگان صحبت کردم، از این رویداد اول چیز نگفت، اما شاهدای عینی میگه که وضعیت شکریا بارکزی عضو مجلس نمایندگان هم وخیم به نظر می رسید. مننه مسلح صاحب. د نورو جزئیاتو لپاره بیا تاسو سره په اړیکه کې کېږو. درنو لیدونکو، تاسو هم د پیښې د نورو جزئیاتو لپاره له یک ټلویزیون سره اوسئ. یک ایجاد بکنن و این استراتژی منطقوی مبنای بالانس تجارتی و اقتصادی سیاست های خارجی ما در منطقه شود و در حقیقت اون سیاست
فقیر شدن همسایه را، یعنی تئوری فقیر شدن همسایه را که پاکستانی‌ها سخت از او پیروی میکنن و سیاست دشمن سازی خود ما را که برای ما پیشکاری کردن که حتما باید یک دشمن داشته باشیم به خاطر رشد و انکشاف اقتصادی اجتماعی تان، او از میان برداشته شود و دقیق با تعقل و عقل اقتصادی حرکات اقتصادی انجام بدیم. در غیر از صورت با پاکستانی‌ها بازی کردنش ساده و آسان نیست. من فکر میکنم که امروز پاکستانی‌ها در آمدنش چالهای معینه را داره که باید پورا انجام بدیم. جناب حقجو، شما که یک عمر یا یک مدت طولانی را به عنوان رئیس اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان بودین و درگیر مسائل تجارتی و اقتصادی بودین به ویژه با کشور پاکستان که بیشترین روابط تجارتی را افغانستان با ایشان داره. حالا اگر بگوییم که دولت 13 سال آقای کرزی توجه نداشت روی موضوعات اقتصادی، بی‌انصافی است. بیشترین کمک ها در 13 سال گذشته شد، بیشترین بازار اقتصادی در 13 سال گذشته گرم شد و سرمایه‌گذاری در افغانستان هم بیشترین تجربه خود را کرد. حالا چرا سیاست های حکومت در 13 سال گذشته زیاد کارا نبود؟ با ویژه با کشور پاکستان را زیاد قناعت دادن نتونستین به خاطر حل اختلافات سیاسی و اقتصادی که عملا ما تجربه میکنیم. سوال بسیار جالب دارین. اول از یک دید کلان مناسبات افغانستان و پاکستان به محور اقتصاد و توسعه نبود، به محور سیاست و عمق استراتژیک بود و این هر از گاهی میتونست که در نوسانات قرار بگیره و اقتصاد قربانی سیاست شود، چیزی که در طول تاریخ شده. یک دومش وابستگی پاکستان به افغانستان نظر اقتصادی به اندازه‌ای نبود که افغانستان و پاکستان وابسته است نظر اقتصادی و اونا یک جانبه میتونستن تصمیم بگیرن در قسمت افغانستان و یک دروازه‌هایش برای افغانستان و تجارتش باز بگذارن نگذارن. ما کدام اهرم فشار بالایش در مقابل نداشتیم، مگر اینکه امریکا و ناتو را میگفتیم سر فشار بیاره که به دلیل بود که پاکستان در طول عمیق وقت بیش از 20 میلیارد دلار از امریکا تا پیسه گرفته به خاطر در پلیتیک چقدر اقتصاد خودش داد. افهم میخوام اینجا حرفتون رو قطع میکنم. من حد میزنم که این ناگزیری ها دو جانبه است. حالا ناگزیری که افغانستان داره از پاکستان، برعکس پاکستان هم این ناگزیری ها را داره. من میخواستم رو بگم در شروع نبود. حالا به طرف میایم که آهسته آهسته پالیسی ما باید باشه و که باید پاکستان وابستگی خود را در اقتصاد افغانستان و در امنیت افغانستان بدانه، وابسته شود به فضای افغانستان و این چیزی که در دنیا شده. سه موضوعی که نتونست صحیح کارا باشه، ما یک دیپلماسی خوب شفاف نداشتیم در قبال کشورهای همسایه و به خصوص دیپلماسی و سیاست خارجی ما بر محور اقتصاد نبود. یعنی اما قسم که جناب استاد شراکت بسیار با کنشی بود و ما یک حالت بسیار پسیو داشتیم. مثلا حضور ما در نشست‌های سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای مثل ایکو و سارک یک حضور فوق‌العاده سمبولیک و غیر فعال بود، در حالی که در اوج توافقات بسیار خوب صورت گرفته که سلام، توجه کنید به جزئیات هرچی بیشتر خبر تازه. دقایق پیش شکریه بارگزی عضو مجلس نمایندگان در یک حمله انتحاری زخم برداشت. یک منبع امنیتی که نمیخواهد نامش گرفته شود به تلویزیون یک میگوید که هدف این حمله کاروان و موترهای شکریه بارگزی بوده که از اثر آن دست کم 6 تن کشته و زخمی شدند. به گفته منبع بررسی ها در این باره ادامه دارد، اما تا هنوز پلیس در این باره به گونه رسمی چیزی نگفته است. همکنون همکارم نظرالدین مسلی از محل رویداد با ما روی خط تلفن هستند. مسلی، میشه بگویی که آخرین و تازه ترین جزئیات در این مورد چی است؟ فقط ما دقایق پیش با نیروهای امنیتی تماس گرفتم. چند فعلا در محل رویداد هستم. اینجا وضعیت خیلی به گونه آشفته هست و وضعیت نگران کننده هست. جاده دو طرفه برای ترافیک بسته هست و نیروهای امنیتی محل را در کنترل خود گرفتن و این ما با شاهده یکی صحبت کردم، گفتن که 7 نفر به شمول یک خانم و یک دختر در این رویداد از بین رفته و یک شاهد اینی دیگه گفت که جسدش چند نفر که زخم برداشته بودن و هم به شفاخانه انتقال داده شدن. فعلا هم اینجا فرمانده پلیس امنیتی هم به اینجا آمدن و هرچند به خبرنگارا اجازه نمیدن به داخل محل بروند و فقط با هیئت اداری هم تماس گرفتیم. اونا در مورد این که شکریه بارگزی در چه وضعیت قرار داره هرچند گفته میشه که او زخم برداشته، به ما جزئیات ندادن.
مسلی گفته می شد که هدف از این حمله کاروان و موترهای شکریه بارگزی بوده. از وضعیت بهداشتی خانم بارگزی چی جزئیات است؟ ما هم تماس داشتیم با هیئت اداری مجلس نمایندگان. اونا به ما گفتن که چیز نگفتن در موردی که هدف انتقال کننده کاروان موترهای شکریه بارگزی از مجلس نمایندگان بوده، اما شاهدای عینی میگن که تحقیق هدف انتقال کننده هم کاروان نیروهای شکریه بارگزی بوده. هرچند فعلا اینجا در برابر شما که فعلا نگاه میکنم اینجا یک موتر زور گلوله هست که وضعیت خیلی خراب است و ظاهرا به نظر میرسه که وضعیت شکریه بارگزی هم چندان خوب نیست و گفته میشه که یکی دو از محافظش هم در این رویداد از بین رفته. تشکر از خودت مسلی. از امرویتان سپاس. خدا نگهدار. یک من میتونه زمینه رشد اقتصادی منطقه‌ای به خصوص بین افغانستان و کشورهای همسایه شود، اما عملا ما هیچ از اونها تونستیم استفاده بکنیم. مسئله خود سفتا، ایکوتا که در حقیقت تجارت و ترانزیت بین کشورهای عضو کاملا آزاد میکنه و موانع را از بین میبره. در پولیزی که ما قرارداد ترانزیتی با پاکستان داشتیم، اما هیچ وقتی نتونستیم که از این استفاده درست شود، به خاطر اینکه ما متاسفانه برای مسائل اقتصادی اقدر دست اولویت نمیدادیم. چهارم دلیلش مسئله قاچاق و مافیا اقتصادی در دو طرف. این در داخل پاکستان هم تجارای هستند، سرمایه‌گذارای هستند که فوق العاده از قاچاق کالای افغانی در داخل پاکستان به میلیاردها دلار سالانه عاید دارند که اینا مستقیم ارتباط داره با قدرت سیاسی حاکم در اسلام آباد و نظامیشان. اونا به هیچ وجه طرفدار شفاف شدن مناسبات تجارتی افغانستان و پاکستان نیست که توسط کامپیوترها تنظیم شود و پاک و صاف شود، از کراچی میایه یا از گادر میایه راست طرف افغانستان، از تورخم و چمن بیایه و داخل افغانستان شود و در داخل پاکستان قاچاق نشه، یا همین شکل قاچاق مال از داخل افغانستان داخل پاکستان نشه. میار شما میفهمید جنگلات ما قاچاق میشه، سنگ‌های قیمتی نیمه قیمتی ما قاچاق میشه، قالین ما قاچاق میشه، میوه‌جات سبزیجات ما قاچاق میشه. اینا کلش داخل پاکستان میره، به نام پاکستان دوباره ارزش افزایی میشه، پول واقعی در جیب تاجرای پاکستانی بازی دوباره صادر میشه. در کل شما وقتی که این وضعیت را ببینید، عدم اعتماد سیاسی متقابل در بیان دو کشور یعنی یک پیش‌زمینه‌ای است برای حل این مشکلات. او اعتماد وجود نداشت. شما بیان دارین که جناب کرزی با وجودی که پاکستان برادر میخوانه و همیشه رفته، اما برایش گفتم که اگر تو در میدان آمدی باز زور افغانی برای میفهمی، یعنی که سر دانکجی هم داشته و او آگاه بود از سیاست و نیت‌های افغانستان هم در قبال پاکستان که مردمش افکار عمومی به چه شکل است. اما در کل میشه گفت که فضا به قسمی بوده که اعتماد متقابل وجود نداشته ولی امروز هم افغانستان هم پاکستان و هم منطقه وارد یک فصل جدیدی از مناسبت ها شده که او میتونه تعریف‌های خاص داشته باشه. ما فکر میکنم که در این 13 سال به قول جناب استاد که سیاست‌های روزمره، یک روز برادر خواندن و یک روز دشمن خواندن هم یک آسیب بزرگ به پیکر اقتصاد و سیاست افغانستان وارد کرد. چیزی که خیلی مهم است، حالا یک صفحه جدید باز شد. آقای غنی با قاطعیتی که داره عملا شعارش مبارزه با فساد است، تسهیل و گسترش دامنه‌های اقتصادی و حوزه اقتصادی افغانستان است. در پاکستان به خاطر حل مشکلات و اختلافات که در حوزه اقتصادی عملا وجود داره، ایشان مذاکرات و گفتگوهای زیاد داشتن. چیزی که مهم است، جناب استاد هم قبلا اشاره کرد که سیاستمداران پاکستان سیاست‌های اقتصادی را قربان سیاست‌های سیاسی و نظامی خود می‌کنند و عملا در پاکستان نظامی و استخبارات تصمیم گیرنده است. بویی که حالا کشور پاکستان حکومت ملکیش وعده میکنه به خاطر حل مشکلات اقتصادی و سیاسی افغانستان، چه فکر میکنین با سیاست گذاری‌های بخش استخبارات و نظام اردوی پاکستان فکر میکنین که عملی شود در 5 سال بعد و حداقل مشکلات از سر روی تجار افغان؟ به نظر من روی میز افغانستان و مناسباتش با کشورهای منطقه و همسایه چندین گزینه وجود داره که میشه از همش استفاده کرد. اول مناسبات دو طرفه. ما باید حتی الامکان کوشش بکنیم که بین افغانستان و پاکستان در سطح سیاست، دیپلماسی، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و مناسبات مردم با مردم، تجار با تجار این توسعه پیدا بکنن تا اعتماد متقابل وجود بیاید. دوم
مناسباتی از طریق سازمان‌های منطقه‌ای مثل ایکو و سارک. ما باید کوشش بکنیم دیپلماسی خود فعالتر بسازیم و حضور ما را در اوج پررنگ بسازیم و کوشش شود که تلقین شود که منافع درازمدت تمام کشورها در امنیت و ثبات و رشد اقتصاد منطقه است. سوم، ما میتونیم از کشورهای پرنفوذی که بالای پاکستان حرف و گفتن داره و تاثیرگذار است از اونها استفاده بکنیم، چیزی که جناب دکتر صاحب غنی کار کرد. با عربستان سعودی هم رفت، بعد از چین رفت، به تقییش به پاکستان رفت و باور ما چین و عربستان سعودی میتونه بیشتر سر پاکستان تاثیر بندازه تا بتونه که از یک در خوبتر و با یک اراده نیکتر به مسائل افغانستان دخیل شود و از هم مهمتر ای که پاکستان میره به طرف یک بحران. اگر شما به ارقام نظر پرتین، به ارقام بیکاری، تورم، یک سطح بلند تورم، صادراتشان پایین آمده، بودجهشان سال به سال بالا میره، شما میفهمید که تمام عواید از اونها 30 میلیارد دلار است، در حالی که در حدود 50 میلیارد دلار مصارف بودجهشان است. یعنی 20 میلیارد دلار کسر مستقیم تادیاتی کسر بودجه دارن. این بسیار مشکل است که شما ایره جبیره بکنید، مگر ای که شما یک اقدامات رو برای دست بگیرید و او را امکان نداره مگر ای که اینا مناسبات خود با افغانستان و از طریق افغانستان با کشورهای آسیای میانه، مسئله کاسا 1000 برق آسیای میانه به آسیای جنوبی میره و او از طریق افغانستان میره. این باید تا 2 سال دیگه باید که عملا شروع شود. مسئله پایپلاین گاز از ترکمنستان از طریق افغانستان میره به پاکستان. به این شکل خطوط آهن از شمال افغانستان، از غرب افغانستان به طرف جنوب و شرق افغانستان باید بره. و دیگه ای که خب یعنی که پاکستان را نیازمندی هایش مشخص شود، بعد برنامه‌ریزی شود. یعنی پاکستان وابسته به افغانستان اول ما بدانیم و پاکستان این نیاز را بدونه که افغانستان ما وابسته هستیم برش. این باید محور پلیسی ما باشه. یعنی در حقیقت ما باید طرفدار اعتماد سازی باشیم از فرصت‌های کوچک هم اگر شده، ولو اگر ما به اصطلاح باور ما است که ممکن نتیجه نده، ولی کوشش شود که به خاطر اعتماد سازی کار شود. ممنون جناب استاد. حالا آقای غنی خوشبین بود که تجارت افغانستان که 2 میلیارد دلار است به 5 میلیارد دلار برسه در سالهای بعد. این با کدام نسخه، با توجه به مشکلاتی که در چند سال گذشته بود از نگاه اقتصادی با پاکستان، با کدام نسخه و با کدام مکانیزم عملی خواهد بود؟ من یکی از کسایی هستم که حرفای دکتر غنی و دکتر عبدالله دوست دارم. من امیدوارم هستم که از لحاظ اقتصادی بتونیم گپای با وجود بریم. ولی ما میخوایم که پیش از اینکه برم که آیا 4 میلیارد خوب است یا خراب، فقط یک چیز براتون بگم که پاکستانی‌ها سخت در تلاش هستند تا اول مثل گذشته سیاست‌های حمایوی ما را بشکنانند و ما را نمانند که در حقیقت یک کشور مولد و تولید کننده باشیم. در حقیقت ما را تبدیل میکنند به یک شورای ترانزیتی خودشون و تولیدات آسیای میانه به جنوب آسیا و جنوب آسیا به آسیای میانه و بعضی در شرق میانه، که درست است که با وجود اینکه برای ما آیت میاره، ولی هیچگاه شما را مستقل از لحاظ سیاست‌های اقتصادیتون نمی‌سازد. تا اینکه شما به تولید نرین، وقتی میتونین که شما در حقیقت با پاکستان، با ایران و با هند و با حتی با چین شما حرفای بزنید که شما همتراز تولیدات چنین کشوری باشین. در غیر از صورت شما یک بازار قوی کلانی هستین بر از اونا که در صورت هر حرکت اقتصادی در درون پاکستان شما متاثر میشین، قیمتا بلند میره، قیمتا پایین میره، شما گشنگی میرین و غیره. شما ببینید که عمدتاً ما این قضیه خاطر گفتم که ما باید متوجه سیاست داخلی خود ما شویم. معنا داره که درست است پاکستانی‌ها هیچگاه من توقعی ندارم از پاکستان و هیچگاه باورم در این ندارم که پاکستان ضد منافع ملی خودش که فعلا منافع ملیش از در افغانستان نوع چرخش با وجود بره و در حقیقت تعداد کشورها سر فشار بیاره که منافع ملی از ببر. برای اینکه من خدمت شما عرض کردم که پاکستان 10 سال پیش نیست، پاکستان جزء قدرت‌های منطقه باشه حساب میره و جزء از دوستای استراتژیک از روی متحده آمریکا، غرب و چین است که در حقیقت نوکر قدیمی است تا ما که نوکر حال نو هستیم. از این من فکر میکنم که اگر ما سطح تجارت خود از 4 میلیارد در 2 میلیارد و 4 میلیارد میبریم، باید سوال پیش شود. این سوال آیا یمی مسئله تجارت است یا مسئله تولید ما؟ به این معنا که در صورتی که ما سرمایه تجاری رو باید تشویق بکنیم و او سرمایه تجاری پاکستانی باشه، خب بازم در حقیقت نوع حرکات سربوری صنعت شما را به کار میبره که در حقیقت ما وضع بد را
در آینده خواهد دید این مسئله که حتما باید در صورت میشه که ما صنعت تعقیب بکنیم و بازارهای پاکستان بروی خود ما نه تنها صنعت فابریکایی را بلکه صنعت زراعتی را هم میتونه که کار انجام بدن و خدمات انجام بده میشه کار انجام شد. سپاس، تشکر از حضور دو مهمان گرامی در بحث و سپاس همتونان فراوان از که بحث را صمیمانه دنبال کردین. بقیه شب بر همایتون خوش تا بعد. خدا نگهدار.